15 август سال 2022 تخمینا ساعت 17:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا دولتوف تغیی سال تولدش 1955 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت در شورای دوشنبه کولوب در حدود جماعت دهات صفابخش نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه تایوتا کارولا تحت اداره کوبولیف کمالدین سال تولدش 1979 ساکن شهر کولوب برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه تایوتا کارولا توردی و میجگونه سال تولدش 1986 ساکن شهر مذکور جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر امین автомашین شریف و عاقلمو سال تولدش 1960 ساکن نویه رودکی و مسافر автомашین تمغه اوپل استرا سلیم و فیروزه سال تولدش 1977 ساکن نویه رودکی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا مرد 38 ساله ساکن شهر کولوب با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده 14 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه در صحن اولیه استقامتیشان با برادرش مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال کرده با کارد یک مرتبه به طرف چپ گردنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.